ای مادری عزیز چقدر بزرگوار هستی، فدای تو شوم. ای کاش که این جانی من 1000 جان میشد فدای تو میکردم. ای مادر بسیار بزرگوار هستی. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم ای مادر میگو گریه میکرد. صحابه روایت میکنه میگه وقتی همراهی پیغمبر بزرگوار بالای قبر مادرش رفتیم با چنان گریه کرد که رخساره های مبارک تر شدن، دامان مبارک تر، حتی زمین از آبی دیده پیغمبر بزرگوار تر شد. مادر خیلی بزرگوار است. جوانی محترم، شخصیت مادر نداره، یک بار از اون بپرس نام مادر میگیره وجودش آب میشود. و قدر مادر است. مادر خیلی بزرگوار است. ای مادری محترم فدای تو شوم. 1000 جان عبدالقادر فدای تو باد. جوانی محترم حتما بعد از شنیدنی مادر وقتی همراهی صحبت کردی زنگ زدی این سخنها را براش بگو ای مادر من قدری تو را تا امروز ندانستم. ای مادر فدای تو شوم، حقی تو را تا امروز من ادا نکردم. من ببخش، من نتوانستم تو را خدمت کنم. فدای تو شوم ای مادر، جانم فدای تو باد. ای مادر چقدر از دست من رنج عذاب کشید، چقدر ناراحتی دیدی، چقدر غم من خوردی.